رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی غالب آزمون تلویزیونی روسیه بیایید همه یک جای فاروق حسنов رو به حضور پذیرفته به او کلید خانه سه حجرگی تقدیم نمودند. یادآور میشیم که سراینده 25 ساله تاجیک فاروق حسنов در موسم پنجم جشنی آزمون نوکاف سومستی یعنی بیایید همه یک جای در شبکه تلویزیونی روسیه یک غالب آمده صاحب شاه جایزه گردید. آزمون مراتب پنجم است که طریق شبکه تلویزیونی روسیه یک راه اندازی میگردد. در آزمون با اجرا کننده تاجیک 6 میلیون روبل روسی تقدیم کرده شد. فاروق حسنов در مراسم جایزه‌گیری از تاجیک بودن خود افتخار کرده با بیان عبارت تاجیکستان به پیش این دستاورد خود را به وطنش بخشید. او همچون آوازخوانی نخستین مرتبه در پی راه یافتن به فینال آزمون سنترال ایژن گات تالنت معرفی شده معروف گردیده بود. فاروق حسنов همزمان سال 2022 سزاوار جایزه آزمون ملی ترانه میوزیک اوارد گردیده است. محترم رستم امامعلی به این جوانی امیدبخش در ایجاد سرودهای نو برار تمنا نموده ابراز داشتند که جوانی بوننگ و ناموس معرفگر و نامبرداری وطنی خویش محو یافته همیشه در زیر توجه و غمخوری های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارند.